باشگاه اوازدار فوتبال اوکراین و شوروی سابق شختیار از شهر دنسک در روز آخر ثبت بازیگران نو با نیمه‌وقتگر 18 ساله تیم ملی جوانان تاجیکستان خسرو تویروف برای 5 سال قرارداد بست. در این باره شختیار روز 1 مارس سال 2023 در سامانه رسمیش خبر داد. عجیب آن است که مگی چند روز از این پیش خسرو تویروف را از هیئت تیم ملی جوانان با خواست سرمربی بلاروس بیرون کرده بودند. گفته می شود که شختیار با خسرو تویروف برای 5 سال قرارداد بسته است. مبلغ آن گفته نشده است، ولی بنا به اطلاع سامانه نمسی ترانسفر مارکت شختیار برای ستاره جوان فوتبال تاجیک 300,000 یورو پرداخت کرده است. خسرو تویروف در هیئت شختیار تحت رقم 77 هنرنمایی خواهد کرد. او گفت بازی کردن در هیئت دسته پرنفوذی چون شختیار آرزویش بود. او رقم 77 را نیز برای خود با اقبال نامید، چون که سال تولد مادرش 1977 بوده است. خسرو تویروف 18 سال داشته، دست پروری باشگاه لوکوموتیو پامیر از شهر دوشنبه است. او ماه اپریل سال 2020 در سن همگی 15 در هیئت اساسی این دسته بار اول به میدان برآمد. یک موسم آخر سال 2022 و 2023 خسرو تویروف در هیئت دسته اتراو از قزاقستان هنرنمایی کرد. شختیار بعد 14 دور مسابقات‌های قهرمانی فوتبال اوکراین در جای دوم قرار داشته. از پیشرفت دسته دنیپرو 2 امتیاز کمتر دارد. بعد شختیار در جدول دینامو و زاریا قرار دارند. شختیار در برابر دینامو پرآوازه‌ترین دسته‌های فوتبال اوکراین شناخته می شود. بعد اشغال دنسک از سوی جدای طلبان تحت حمایت روسیه در سال 2014 شختیار سالهای 2014-2016 بازی‌های خود را در شهر لیووف، سال 2017-2020 در خارکوف و از ماه سال 2020 در ورزشگاه المپی شهر کیف برگزار می کند.